سلام. من امروز اومدم با دوستم فوژان. من و فوژان خیلی ساله تو صنعت کافه و رستوران کار میکنیم و قراره راجع به چالش‌هاش با هم دیگه صحبت کنیم. اول ازت راجع به منو بهم بگو، منویی که الان دیدیم. سلام کنم. سلام سلام. کنم. خوشحالم امروز با هم دیگه داریم یکم صحبت میکنیم در موردش. منم خوشحالم. منویی که دیدیم تکراری دیگه، همه جایی. همه جایی یعنی همه جایی که کلمه درستی نیست. نه از اون هاشم همه جایی ها، نه از این که یعنی همه جا تکرار داره میشه فقط. یعنی بدون اینکه منو رو ببینی میتونی انتخاب کنی. آره اصلا یه وقته دیگه یکم زیاد کافه رفته باشی به صورت تیپیکال میتونی منو رو حفظ باشی. آره. مثل آیتم‌های تکراری، آب آره. میوه روز و رد موهیتو لیموناد. نه خلاقیتی توش داره. دمنوش آرامش. دمنوش آرامش. آره. بعد ولی یه سری لاین‌های جدید داره اضافه میشم. همه جا، حالا دارم میگم همه جا، منظور همه نیستن. آره ولی خب یه اقلیتی هن که یه مقداری متفاوت کار میکنن. یعنی میان فکر میکنن، یعنی اگر ببخشید وسط صحبتتون اومدم، یعنی فکر میکنن اگر حتی شده 5 تا آیتم تو منوشون داشته باشن، اون 5 تا رو میان متفاوت ارائه میدن. یعنی حتی اگر فرضاً دارم میگم همون محیطویی که الان تو منوی اکثر کافه ها هست یه کافه میخواد داشته باشه، میاد مثلا میره بررسی میکنه، میبینه که محیطوی کوبایی چجوری درست میشه، دقیقاً به همون شکل میاد ارائه میده. حداقل اصالت محصول رو حفظ میکنه. آره موافقم. تا اینکه بیان شربت محیطو یا یخ در بهشت محیطو بخوام بدن توی کافه، بعد اسمشو بذارن محیطو، بعد بعدیش اینه که به عنوان بنچمارک به نظر میاد برای همه. یعنی میگن که نه همه کافه ها اینجوری میزنن، لیمو رو با اسپرایت. و به نظرت مشکل از اون شروع و اون پیدایش اون کافه نمیاد؟ اون کسی که به عنوان حالا کارفرما یا راه انداز تصمیم میگیره که یه کافه رو راه بندازه، میره 4 تا کافه میبینه بدون اینکه تجربه تو این صنعت داشته باشه، بدون اینکه حتی در حد 6 ماه، 1 سال، 2 سال تو این صنعت کار کرده باشه، میره 4 تا کافه میبینه. خب منم میتونم یه کافه داشته باشم، 2 تا آیتم از اینجا برمی‌داره، 2 تا آیتم از اونجا برمی‌داره. خب این عیب 99% کافه هایی که ما میریم هست. الان حتی منوی بیکریایی هم که میبینیم، مثلا امروز با هم دیگه رفتیم لمیز یاسین. آره. یا حالا خیلی از بیکریای دیگه ترند شده یه سری آیتم هست که همشون همون آیتم ها رو میزنن. آره ما خیلی آیتم های پیستری متفاوتی داریم تو قنادی، توی نونوایی که حالا بیکری شناخته میشه، مخصوصا توی پیستری یا بیکری فرانسوی خیلی دایره بازی از آیتم ها رو داریم. یعنی مثلا یه قنادی مثل سدریک روله که خیلی شناخته شده از تو سر دنیا، یکی از کتابای قنادیش رو که به عنوان منوی قنادی میاد ارائه میده، زمان بندی داره چیزایی که داره ارائه میده، محصولی که داره ارائه میده. یعنی ساعت 7 صبح تا 9 صبح این آیتم ها توی قنادیش واسه فروش هست، از 9 صبح تا ساعت 12 به عنوان برانچ این آیتم ها هست، از 12 تا 3 این آیتم ها هست، 3 تا 5 این آیتم ها و 5 هم تعطیله. آره. ولی خب کلا توی ایران 2 تا رسته خیلی سهل انگاری میشه در موردشون. یه رسته غذاست، کلا هر چیزی که به خوراک مربوط میشه. یعنی بیایم کافه رو بگیم، بیایم رستوران رو بگیم، اصلا حتی بیایم ساندویچ کثیف رو بگیم، بیایم یه فلافلی رو بگیم. زمانی که توی همین بابل اولین بار یه نوید اهوازی نامی اومد یه فلافلی زد، همه پشت سرش رفتن فلافلی زدن. یعنی به مدت شاید 1 سال بالای 50 تا مغازه‌ای که فلافل فقط میفروختن باز شدن و الان هیچ کدومشون دیگه نیستن. مثل سوخاری کیلویی که الان ترند شده.
هر رسته ای از خوراک رو که نگاه میکنیم در موردش سهل انگاری میشه، چون تفکرشون اینه که این که هزینه ای نداره، این که کاری نداره، سود کلانی داره و خب بریم بزنیم دیگه. نه با مدل خرجکردش آشنایی دارن، نه با مواد اولیه‌اش آشنایی دارن، نه با تخصصش آشنایی دارن و براشون خیلی کار ساده ایه، در صورتی که مثلا توی خونه اینجوری بهش نگاه نمیشه. یعنی هیچ کسی وقتی یه روز مامان خونه نباشه، والا نمیخوام سکسیست باشم، خیلی چیزی که تو خانواده هامون بوده رو دارم میگم، وقتی مامان خونه نبود هیچ کسی جرئت نمیکرد باشه بره توی آشپزخونه به راحتی بخواد غذا درست کنه واسه همه، در صورتی که چیزی که هر روز دیدن مادره داشته انجام میداده. ولی کسی جرئت نمیکرد چون میدونست خیلی کار سختیه و واقعا هم کار سختی بود. اینکه یه سری مادرها، اکثریت تیپیکال خانواده های ایرانی که ما داشتیم، مادر همیشه کوزت خونه بوده، صبح ظهر شب 3 تا منوی متفاوت 7 روز هفته 52 هفته سال، کار بسیار سختی بوده. و خب این اگر به عنوان یه حرفه بخواد بهش نگاه بشه قطعا تفاوتی نداره. یعنی یه رستوران وقتی که میخواد بیاد منوی متفاوتی داشته باشه باید هر روز به فکر مواد اولیه‌اش باشن، به فکر استور کردن مواد اولیه باشن، به فکر آماده سازی چیزهای مختلفش باشن که خب نبوده اینجوری و نیست. میبینیم توی اکثریت جاهای این اتفاق نمیافته. توی هر رستورانی که میرین یه سری منوهای تکراری، یه سری آیتم‌های تکراری، یه سری اکت‌های تکراری و حتی اون اکت‌های تکراری متاسفانه توش اصول اولیه نیست. یعنی کسی نیومد اون اصول اولیه‌ای که توی یه کافه باید رعایت بشه، توی یه رستوران باید رعایت بشه، توی یه قنادی باید رعایت بشه رو حداقل بیاد اونها رو تقلید کنه. درسته. ببین به نظر من نه اون سمت اصولی رعایت شده و حالا من از این جنبهش هم نگاه میکنم. از این سمت ما به عنوان مهمانان و مشتریانی که وارد یک فضا میشیم هم آموزش ندیدیم. تو حتی به عنوان مهمان یا مشتری هم وقتی وارد یک فضایی میشی باید یه سری اصول رو رعایت کنی. کاملا درسته. ولی ما هیچ آموزشی ندیدیم. میاد تو کافه میشینه، میخواد ویتر رو صدا کنه، بشکن میزنه. این خب برمیگرده یا با صدای بلند حرف میزنه، با صدای بلند با گوشیش حرف میزنه. این یه مقداری این روش برخورد برمیگرده به سابقه تاریخی که ما داریم از زمان قاجار. من زمانی که تازه شروع کرده بودم فرانسوی بخونم یه سری واژه‌ها خیلی برام جلب توجه میکرد. اولین باری که واژه پسر رو خوندم که در فرانسوی میشه گرسون، همون گارسون خودمون، و اصلا اسم گارسون برای ما جا افتاده برای ویتر یا خدمتکار یا خدمتگزار. بهتره که کلمه‌ای که بهتره بگیم واسه یه محیطی که سرو غذا داره. من در مورد این سابقه این کلمه و چی شده که به عنوان کلمه خدمتگزار وارد ایران شده یه مقداری وقتی که مطالعه کردم و مخصوصا با مدرس زبان فرانسویم که یه دکتری هست صحبت میکردم، برام توضیح داد که زمان قاجار ایرانیایی که متمول بودن میرفتن توی فرنگ یا فرانسه اونجا زیست میکردن و این کلمات رو وارد میکردن به ایران، اونجا دقیقا با کلمه پسر صدا میزدن. خیلی کلماتمون فرانسویه. خیلی 24,000 واژه فرانسوی داریم توی فارسی و حتی از کلمه درستش اونجا استفاده نمی‌کردن که مثلا بخوان مؤدبانه صدا کنن مخاطب رو. پس اون یه جورایی رو به جلو، نمیدونم واژه درستش چی میشه،
یکم بی‌ادبانه برخورد کردن با کسی که داره اونجا سرویس دهی میکنه، از اون موقع پخش شد بین مردم و خب خیلی از چیزایی که ما داریم، خیلی از اصطلاحاتی که ما اینجا داریم، مشتری خداست، همیشه حق با مشتریه. آره آفرین. و خب اینا واقعا نیست، یه جایی اینطوری حق نیست. همیشه با حقه. آره. یه پاس بدیم. خیلی مرسی. ممنون. زنده باشین. لته خیلی ممنون. متشکرم. میشه جانتون. مرسی. میشه جان.